سلام و تشکر برای نظرهایی که درباره برنامه گذشته فرستادید. حمله مرگبار به دیدبانگاه مرزبانان تاجیک در ناحیه رودکی یک بحث اساسی امروزه آزادی آنلاین است. با این مهاجر تاجیک چی شد؟ صبر کنید، در ادامه برنامه نشان میدیم. ولی حالا درباره حمله به دیدبانگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان صحبت میکنیم که 23 نفر در نتیجه آن کشته شدند. حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد واقع در ناحیه رودکی بنا به خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفت. ده هزار نفری که گزارش را در این باره در وبسایت رادیو آزادی خواندند، نیروهای انتظامی تاجیکستان را برای محو حمله‌وران تحسین گفتند، ولی تعداد دیگر گفتند که سرحدبانان در غفلت ماندند. برزو در وبسایت رادیو آزادی نوشته است: وا عجبا، این سرحد دولتی تاجیکستان عموما پاسبانی می شود یا سرحدبانان همه قروتاب میخورند و میخوابند. سرحد شوخی نیست، از عهده نظارتش نبرایید. باز روسیه را دعوت کنید نظام را قوی نگه دارد. عزت الله 25 سال داشت و صاحب رتبه پراپورشچیک بود. با گفته نزدیکانش وی بعد از انجام خدمت حتمی حربی همچون افسر قرارداده در قسم مرزبانی سلطان آباد کار میکرد. پدر مرزبانی کشته شده میگوید پسرش 3 روز قبل به خانه آمده بود و 5 ساعت قبل از حادثه با او تلفنی صحبت داشت. یک کاربر دیگری وبسایت ما با نام آنالیتیک گفته است حکومت تاجیکستان باید بیدار شود. اول اینکه بهبودی مناسبت‌ها با ازبکستان و بسیاری‌ها نمی‌فارد یا خوش نمی‌آید. دوم، تا وقتی که در داخل ارتش کشور دیگر یعنی روسیه جای دارد هر چیز را منتظر شدن ممکن است. سوم، به اولادبازی و محلگرایی باید خاتمه داده شود. دستگاه حکومت از دستگاه اجرایی سر کرده تا جماعت‌ها در دهات دوردست همش فساد زده ساختارهای اولادی و محلبازی شده است. ظریف تاجیک در اینستاگرام نوشته است حکومتی‌ها هوشیار باشید، ما وطن را به شما باور کردیم، نخود شما از عهده 4 بی‌سواد نبرایید. و کجا نگه دارید که کار تا این درجه رسید؟ بیچاره سرباز را خدا رحمت کند. خبر و گزارشات درباره این حادثه در وبسایت رادیو آزادی هست. نشانیش را که میدانید azadi.org. خوب برمیگردیم به قصه مهاجر تاجیک شبش را در نزد آتش ابدی در ناحیه نگینسکی در ولایت مسکو سپری کرده است. او میگوید از دست یک حشرات خرد که تاجیکان شبزاد مینامند دیگر در حجره اجاره خوابیدن نتوانست و نصف شب آن را ترک کردند. خودتان ببینید چی میگوید. یک کوارتیر برومانیم، یک کوارتیر دیگر رفتیم. به خدا قسم کلاپی زیر کدکنم. مهاجری که ویدیو را روز 5 نوامبر ثبت کرده است به رادیو آزادی گفت هنوز هم خانه اجاره نیافته است و در جای کارش میخوابد. ویدیو دیگری که از مسکو گرفتیم از طبقه 34 یک بنای نو ساخت است که مهاجران تاجیک در آنجا نه زندگی بلکه کار میکنند. ویدیویی که همراه میبینیم از دهه سعدالله شریف از ناحیه واسه فرستادند. نوار ایستگاه برقی را که به قول مؤلف ویدیو سال 1961 آنجا گذاشتند و برای کودکان دهه بسیار خطرناک است. این ساکن دهه که ویدیو را فرستاد میگوید مراجعت‌هایشان به مقامات برای بستن اطراف زیر ایستگاه نتیجه نداد و مردم نگرانند که روز با بچه‌هایشان فلاکت رخ می‌دهد. نوشته او سیم-چوب‌های دهه نیز فرسوده شدند و ممکن است باد اندک سخت آن را بشکند. شما هم مشکل دارید با ویدیو تصویر کنید و به ما بفرستید و شماره تلفنی که می‌بینید وایبر، واتساپ و تلگرام و ایمو هم داریم. تا دیدار در برنامه دیگر.